پایهای شما خشک شده ایستادن؟ بله روز به روز پایهایم خشک شده ایستادند که از اول دکترها میگفتند ما باور نمیکردیم که آهسته آهسته همین گونه هست. گاه میافتم در راه ها، بعضی ها میخندند که تو چرا میافتی؟ برای حل این درد یا تبابت این درد نیست. وقتی که من وفات میکنم همون نزدیکان من، پیوندان من در سر قبر من بنویسند که شرقزادم خیرباد، ناگفته رفتم از جهان، میرم از این جهان و در زبانم خوشبینانه. شبنم ثریا و جانی بیگ مرادوف علاقه خودش است. زندگی من، حیات من با غم امروز هم سپری می شود. معیوب هستم، درمند هستم، یکی با کمی هم باشد یک علم یک چیز دارم که جای تعریفم نیست. تو دروازه دانشگاه افتیدم، قریب شماره 300 نفر انسان ها در گرد من جمع شدند. همین عباره سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگره با زبان انگلیسی چی می شود؟ دوستان عزیز، اگر شما میخواهید خط سرحد را عبور کنید، یعنی از سرحد گذرید، به شرکت باورنوک بخ مراجعت کنید. رقم ها در روی اکران های شما. خوشخبر برای مادران و اپاها، برای شما یک کاری بهترین که در یک ماه از 100 تا 150 هزار روبل به دست میارید. کار به نهایت آسانه که در شرکت فابلیک واتساپی که در روی اکران های شما، واتساپ مدینه بانوی خود حاضر که همین نوار تماشا کرده هستین، واتساپش را مراجعت کنین، شما حسابی 500 روبل میشوید. و یک چیزی را نگفته نموند که سیوریا میگن کار مشکل نه، نبرات کار حاضر به نهایت آسان شدگی که شما در مدت کوتاه حسابی مبلغ های کلان میشوید. و یک چیزی را نگفته نموند که سین و سال فرق نداره، با شما تنها یک تلفن موبیلی و یک واتساپ اینترنت خلاص. خود حاضر رقم واتساپ مدینه بانو در مراجعت که کار از امروز شروع کن. درود دوستان، روزتان بخیر و شادی باشد. باوری دارم که خوب و بردم و عافیت هستید. اینک برنامه چهره اینستاگرام رو کشاده آغاز می‌نماییم. میدونید مهمانی برنامه ما کیست؟ یک جوانی که در حقیقت با نطق برو، با دانستن زبان انگلیسی توانست در یک مدت کوتاه وارد یک شبکه با نفوذ یعنی اینترنت گشته همگی را قائل سازد. ما این جوان رو جستجو نموده پیدا کردیم و بالاخره مهمانی برنامه چهره اینستاگرام گردید. میشناسید حسین زاده اسماعیل. پیش از همه به برنامه ما خوش آمدید. سلامت باشید خلق من، باشی سلامت، خاک قدم هایت شوم، با تو هستم با تو مانم، صدقه نامت شوم. اسماعیل جان، شما میدونید که اودیتوری ما شما رو دوست می‌دارن. بله تشکر. و زیاد می‌خواستن که شما روز مهمانی منبری برنامه ما گردید و اینک ببینید که دیده به دیدار رسید. بله. و ما این روز یک صحبتی خیلی هم خاطرمون از حیات و ایجادیات و از کار و نقشه‌های شما قصه می‌کنیم. تشکر. آماده؟ آماده‌ام. تب که خوش باشد میگویند که برنامه جانان میآید. تبتون چگونه است؟ تب من خوب است. شکم سیر است؟ شکم سیر است. سلامت باشید. اسماعیل جان، زبان انگلیسی رو چون آبی روان برو دانستن به هر کس میسر نمی شود در این زمانه. چگونه شد یک جوانی که در حقیقت از یک کوهستان است، از یک دهاتی دوردست است، زبان رو به شکل امریکایی ها از خود کرده است و همگی رو قائل کرد؟ سببش دانشگاه ملی تاجیکستان است بهترین و سختگیری استادان بزرگ است. سخنهای من تو را درد کند، رفته رفته تو را مرد کند. همون سختگیری ها، همون رنجدهی های استاد سبب شد که ما این گونه انگلیسی را چون آب روان آموزیم و دانیم و این فایده است برای ما، چون زبان انگلیسی کلیدی در هاست در جهان. The English language is the key of those in the world. هر نفری که سهم دارد در همین از خود کردن زبان انگلیسی شما کیا هستند استاد؟ استاد ما رو تماشا میکنن. بله شما رو تماشا میکنن. استاد از مکتب گوییم یوسف اسمت الله هستند، از دانشگاه گوییم معلمه نظر و محبت و استاد ابوالفیضوف هستند که در خدمت ما بودند تا ما انگلیسی را دانیم. بهترین، تشکر. و در دنیای اینترنت نه هر کس موقع پیدا کرده میتواند، چون که راهی دشوار است و هر کس به این سمت برآمده هم نمیتواند. چگونه شما وارد گشتید به این دنیای پرتلاطم اینترنت؟ به دنیای پرتلاطم اینترنت وارد شدن، مثلا به دل مردم در آمدن کاری آسان نیست. البته یک جهد میخواهد یا دیگر چیز، این که وقتی که ما آغاز کردیم فعالیت را، شاید امیدی نبود که شاید ما مشهور میشویم. ما چون
خاکسار که هستیم میدانستیم که دیگرها از ما خوب هستند، اما بخت اما تقدیر بلند بوده است و ما هم مشهور شدیم و هم خلق ما امروز میبیند و من به خلق تشکر میگم که در کوچه ها، در همه راه ها، در خیابان ها میبینن سلام علیک، آدمیت، محبت، صمیمیت و من تمنا میکنم که همین صمیمیت، همین محبت تا ابد پاینده باشد و تاجیکستان عزیز ما همیشه گلگل شکوفان باشد. تشکر. همه جرأت کرده نمیتواند که نزد شما آید عکس گیرد یا اینکه با شما صحبت کند. در کوچه های شهر خودشون میآیند؟ بله خودشون میآیند، استاد میگویند با ندای استاد، معلم و من هم خرسند هستم که مردم احترام میکنند، حرمت میکنند و من هم خلق را حرمت و احترام میکنم. تشکر. اسماعیل جان، ویو یا رولی که بهترین شما در اینترنت است که بله ما اول گمان کردیم که در حقیقت یک یومور است، یک لهجه که شما تلفظ کردید و هم تو از پیش خود، ولی بعدتر معاین کرده فهمیدیم که در حقیقت این ترجمهش منظره میشده است. این رولیک تماشابینان زیاد رو دقتش رو جلب کرد و همه با فکرم که ویو رو امروز استفاده میبرند. بله بله. کمی درباره این قصه کنید. درباره این قصه این است که یک روزی از ماهای سپتامبر بود، درس به انتها رسید، ما چون بعد از نصف روزی تحصیل میکنیم، همه رفتن همون شهرک دانشگاه کم آدم شد و یک ارچه های زیبا دارد. در زیر یکی از اون ارچه ها، در بر یکی از اون ارچه ها ایستادیم، تلفن هم تا گراندیم و گفتیم که دوستان عزیز منظره به زبان انگلیسی ویو میشه. ویو 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 که با همین باور کنید مشهور شدیم. این بخت است. با همون ویدیویی هست که من در اینجا جدیتم بیشتر بود. همین جدیت ببینید چگونه به هزل به یک ذوق مردم مبدل شد. من خرسند هستم. شما کانتنت خود رو مقصد که زبان انگلیسی کردن نمیخواهید؟ یعنی که همین خیلی رولیک هایی که با زبان انگلیسی ترجمه و سوال و جواب و کندری هستید یا که هستیم؟ این نیت به هست. کوشش ما اکنون در آینده خدمت به خلق است، این کار میکنیم. چی میشود که مثل کورس های آموزشی که زیاد آدمان از اونجا درس میآموزند، شما آنلاینی تشکیل کنید و مردم از شما درس آموزند؟ اینش رو هم میبینیم در نیت هست و کمتر که کوشش کردیم میشود. من یکی از چی میگن آموزنده فنی استاد میشوم و خدا خواهد اگر که همین آنلاینی تشکیل شود، یکی از اولین ها من هستم که از شما درس آموزم. تشکر باشد که همین گونه شود. امروز درباره زندگی اسماعیل جان بسیاری ها نمیدونند. شاید دونند فقط دوستان یا که احاطه خشتبار. تماشابین ما زیاد میخوان درباره شما دونند. شما فرزند کجایید؟ کجا رو ختم کردید؟ در چه گونه عائله و شرایط زندگی رو مقصد پشت سر کردید و امروز به کجا رسیدید؟ فرزندی گویم وادی زرافشان هستم، ناحیه پنجکند و زادگاه استاد رودکی، جماعت دهاتی رودکی، دهی ششقد که در اینجا بزرگ شدم و به همین معیوبی ناتوانی که از سن 5 آغاز شد چی گفتنی هستم. با به همین ناتوانی 5 کیلومتر راه طی کرده میرفتیم مکتب میرفتیم. همصنف ها بودن، دوست ها بودن. وقتی که درس به انتها به آخر میرسید همه پی کار خودش میرفت و من باز خودم یک و تنها میماندم و آهسته آهسته باز به خانه برمیگشتم. مشکلی بود البته. مشکل بود. اگر بچه ها در 3 منوت رسند، من در 3 ساعت، در 4 ساعت برمیرسیدم. برای شما این چیز علم آور بود؟ بله علم آورش در این است که بسیار تنها بودم. مثلا همین سبب، تنهایی سبب شد که خب من امروز بین مردم یک موقع پیدا کردیم. شاید یگان همراه می داشتیم و همنشینی خوب نمی بود، شاید به این درجه نمی رسیدیم. همش غم، همش اندوه و زندگی من، حیات من با غم امروز ها هم سپری می شود که بسیار هم تحمل غم مشکل هست. مثلا من یک باره از درونی گوییم مردم ما یک لحظه خود دارد که ما آخری بلند خورده کلان شده که ما از آخری بلند نامدیم. از اون پستی ها، از اون رنج، سختی ها، درد. حتی پدرم زیغ بودند که آینده فرزندی من آیندهش چی می شده باشد به این حالت. بعضی ها می گفتند که فرزندتان را شما به دوشنبه نفرستید برای خواندن چون این معیوب است، خودش سرشته کردن. این گپ رو شما شنوید غمگین می شده؟ نمی تواند. بسیار هم غمگین می شدم. به فکر فرو می رفتم که
کنم آیا من میخوانده باشم، آیا من دانشجو میشده باشم، این آینده من چی میشه؟ آرزو زیاد بود. آرزو زیاد بود. اما خیر، هم با سبب تقدیر و هم با سبب خدای عالی من باز در دانشگاه قبول شدیم با دستگیری های اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان 150 بلی علاوگی در مرکز ملی تستی بود. اما بودن همراهان من که رنج داشتن، درد داشتن و سبب همون 150 بل هم سبب نشد که داخل شدم، که با علم ضرور بوده است و من شکرانه میکنم که معیوب هستم، درمند هستم، نه که با کمی هم باشد یک علم یک چیز دارم و جای تعریف هم نیست تو، نه که من خرسند هستم. اسماعیل جان، شاید بسیاری ها سرفهم نرفته باشند که شما از چی درد رنج میکشید؟ آنمان معیوبی شما از کدام حساب است؟ اولا از حساب عصب است و دومین خراب شوی مشک ها. مثلا برای که یک لباس ببر کنم در پایین لباس یک لباس دیگری میپوشم که تا آنمون خرابی پای ها قدر به مردم ننماید. چون عموما در پستا بلندی ها راه رفتن نمیتوانم، تا اگر یک کسی از دستم نگیرد نمیتوانم راه روم. بسیاری ها اگر مرا دیده باشند در کوچه ها، در همین شهرهای دوشنبه هم حالی مرا هم میدانست که من در لیست نیست در زینب پایک چگونه حال دارم، که این حالی وزمین است و خیلی با شکر خداوند امید از خدا دارم که باز مدد میکند در همین سختی ها، در همین و یا با یک دل شکسته نمیشم. گاه باز خود از خود میافتم در راه ها. شاید بعضی ها باور کنید میگفتند که این یکان نوشاکی سپیرتنای نوشیده است، که این گونه نیست. گاه میافتم در راه ها، بعضی ها میخندند که تو چرا میافتی؟ که انسان هایی که یک بار این خیلی میگن دوم بار میبینن حالت من، خودشان گشته میگن که میبخشید، ما نمیدانستیم که شما درد دارید، شما رنج دارید. باور کنید تحملش وزمین است. گاهی پدرم زنگ میزنن که پسرم احتیاط شو، میگم اکنون تکیه به خدا پدر جان، اگر نصیب باشد که در یکون سخت افتیم و رنج یابیم، اینه که بسیار جا می افتیدم. حتی روز در دروازه دانشگاه افتیدم، قریب شماره 300 نفر انسان ها در گرد من جمع شدند و دو همکورسم که با نام بهروز و سراج الدین بودند از دست من گرفتند و مرا به خانه بردند، که از این حالت اما که عزیزم هم خیلی ها دل سرد شدند، بسیار هم گریه کردند. و باز از این واقعه از 3 سال گذشت. تشکر به همکورسانم که در همه پستی ها از دستم میگیرن، از همین جاهایی که من عموما خودم سرشته کردن نمیتونم از دستم میگیرن و من به پدر و مادر اینها تشکر و سپاس خودم را میرسانم که این گونه فرزندانی را تربیت نمودن که دست یک ناتوان میگیرد. مثلا در حساب دردمندی، یعنی که نه افتاد گفته از دستم میگیرن، که این برای من خیلی یک دستگیری بزرگ حساب میشود. در حقیقت ما آدمان اگر که درد داشته باشیم حواله به تقدیر میکنیم و میگوییم که کاری خدا است، تقدیر است. ولی ببینید که باز هم اسماعیل جان شکر میکند، با وجودی این درد رو دارد ولی کوشش میکند که خواندنش رو از دست ندهد، آن همون نقشه و آینده اش رو از دست ندهد. و ما در این روزهای سخت سنگین به شما صبر میخواهیم و باوری داریم که شما با یک امید تازه با سری بلند در جامعه یک سهم گذار بشوید، موقع خود رو میگذارید، رحمت، دل شکسته نشوید. تشکر. اسماعیل جان، شما امروز از تقدیری که دارید راضیید؟ بله، از تقدیری که دارم راضی هستم. جز خدای آن کس نمیتواند درد و رنج عوض کند. یگان کس یا یگان چیزی سبب شده نمیتواند. این جز صبر دیگر چاره نیست. چاره و علاج درد درمندان این صبر است. شما رو تنقید کنن میرنجه؟ بله، تنقید کنن میرنجه. چرا که من
هم دردمند هستم. همه انسان‌های معیوب دل نازک دارند. اگر آنها را سخنی ناز گویی، یک خوب مناسبت کنی، آنها خرسند میشوند. این خوب است. شخصا خودی من باز اون انسان‌هایی که از من ناتوانتر هستند حرمت میکنم، احترام میکنم. هر باری که به بیمارخانه میروم با همین گونه انسان‌ها صحبتی من بسیار، نشستی من با انسان‌های معیوب بیشتر است. چرا که من از بین مردم، از بین خلق هستم. زندگی من با خاکساری است، یعنی که این گونه هوا بلندی یا یک دیگر چیزی نیست. نفری پیدا شود و در همین کاری خیر سهم گذارد و شما رو از این درد رها کند، شما شفا می‌یابید؟ دکتران گفته بودند؟ دکتران گفته بودند که درد شما شفا نایابنده است. این حالت هم در شهر خوجند و هم در همین دوشنبه شهر هم دکترهای وطنی گفته بودند که چقدر است با امید دارید از یک چیز. حتی به دکترهای هندوستان، خطای هم نشان داده بودیم که گفته بودند این درد به جز صبر و تحمل و تنها یک چیز دیگر، این که کم کم اگر حرکت یا مشق کنید کمتر در یک حالت می ایستد. این گونه صحت نمی شود. در یک حالتی که از اون حالتی بودهش به پایین نمی رود، یعنی که بیمارتر نمی شود و یک حالت می ایستد. تمام همین گونه فایده دارد. یعنی که این گونه یگان دارو و دوا برای حل این درد یا تبابت این درد نیست. روز به روز پایهای شما خشک شده ایستادند؟ بله، روز به روز پایهایم خشک شده ایستادند که از اول دکترها میگفتند ما باور نمیکردیم که آهسته آهسته همین گونه هست. دوستان عزیز، برای شما صفحه DH اکادمی را توصیه می‌کنم که سیلکش در زیر کامنتری ذکر کردگی. این برادر به نهایت ویدیوهای جالب تیار میکنه که همه شما ای ویدیو فایده به دست میارین. چطور از اینترنت در یک روز از $30 تا $200 کار کنید. مرحمت سیلک در زیر ویدیو بوده در اومده به کانال برادر ابونه میشیم. نه غیر از پول کار کنید، با بسیار ویدیوهای جالب داره که برای ما و شما به حد اینترس نیست. باید چیگر خاطر رسانی کنم که این برادر وعده کرده که اگر کانالش 5000 پادپیس چکی شود، چخیلی که برادر مدلوار سفر فیلم اسماعیل سامانی پیشکش میکنه، این برادرمون باشد مدفیلم شد ساخته پیشنهادی شما میکند. خودی حاضر به صفحه DH اکادمی در اومده ابونه شدن رو فراموش نسازید. مثلا با همسنفانم با دوستانم میشینم، گاهی انسان ها سوال میدهند که شما چرا گونه هستید؟ خیلی من میگم که گونه بیمار هستم. سببش این بیماری است. مثلا از به چیزی نیست که ها فکر میکنن که شاید من خوراک کم میخورم، شاید یکون نمیرسد ویتامین ها که خوراک کم میخوریم، اکن این درد است، رنج است که خدا برای ما یک انعام کرده است. ما شکرانه میکنیم. نفری اگر بعد تماشای برنامه ما به شما کمک کند قبول میکنید؟ بله، اگر هر کسی که دست خیر دارد چرا ما رو رد کنیم؟ انسان‌های سخاوتمند صفحش بسیار باشد، ما خرسند میشیم. شما گفتید که در پنجکین به دنیا آمدید. بله. در دوشنبه تحصیل میکنید. اصلا شما زاده کوهستان هستید، در پنجکین تولد شدید. در دوشنبه در کجا زندگی میکنید؟ در خانه کی؟ در دوشنبه در کوچه اسدالله غلام زندگی میکنم. خانه یکی از خویشاوندان پدرم که با یک چند دوستانم هستیم. خلاصه اول من آمده بودم در خوابگاه نیتی ایستادن داشتم، بعد همون دوستا، همون خویشاوندای پدرم گفتن که بیاید همینجا، مثلا هم وقتی که بیمار میشد یا یک حالتی وزن چی هست با ما ایستاد، خیلی معیوب است برای در خوابگاه همه اون شرایط هایی نیست که آزاد مثلا گردد یا وای کند. بعد با همونها ایستادیم. خیلی اکنون زندگی همین است دیگر. صبر میخواهد، اکنون با خانه بودنم درد و رنج دیگر نمیشد. اونه که با خانه خودی آدم باشد با آزادتر میست. اگر در دوشنبه شما خانه شخصی داشته باشید، پدر و مادر رو البته که از دهات میاره. بله، اگر در شهر خانه داشته باشم البته پدر و مادرم رو میبیارم. هر یک فرزند باید پدر و مادر خود خدمت کند تا آنها از او راضی باشند. شما در عائله چند فرزنده؟ ما در عائله 3 فرزند هستیم.
من دادرم و یک خواهرچه هستم. شما فرزندی کلانی؟ من فرزندی کلانی خانه هستم. پدر و مادر چی کار هستن؟ مادرم خانشین دایم در حق ما دعای نیک میکنند تا که فرزندشان از بلاها از این رنجها دل آزرده نکندش و پدرم معلم هستند، زندگی آموزگارانه دارند. امروز شما میتونید طریق نواری ما با مادر خود یک تشکری کنید؟ بله مادر جان، عمر شما دراز باشد. مادر مادر یگانه بعد خدا، این دست مبارکی تو خود دست سخا. مادر مادر تمام عالم را گیر، از دست بدان تمامی عالم را گیر. مادر غمخوارترین شخص برای هر یک انسان است، برای هر یک فرزند است. نوری چشمان فرزند و نوری چشمان مادر، یعنی مادر و فرزند با یکدیگر هستند. هر باری از شهر به دیه میروید مادر البته که اشک میریزند. بله از دیدن من اشک شادی میریزند و میگویند که این یک خوشبختی من است که گرچنده که فرزند من درد دارد رنج دارد اما کوشش میکند در طینتش در سریشتش وجدان است، ایمان است، آدمیت هست. به خاطر رنجور یا معیوب بودنش ما را فراموش نمی کند. تشکر. با دانشمند بودن اسماعیل جان من قائلم، زیرا باور دارم که پدر و مادرش نیز دانشمند هستند، آدمان اهل فهم هستند و با فضل و با تقوا هستند. ببینید که از چنین پدر و مادر یک فرزندی دانشمند به دنیا آمده است و باور دارم که آینده درخشان نصیبش میگردد. شما مخلصی کدام سراینده هستید؟ امروز در کشور ما خیلی هم سراینده‌های نامی و نامدار زیاد هستند. من مخلصی جانبیک مرادوف و پدری عزیزشان سرحافظی ملت تاجیک جوربیک مرادوف، همچنین پای عزیز ما شبنمی سریا هستم که بسیار صنعتی عالی دارن. هر باری که سرودی هاشون رو گوش میکنم باور کنید خیلی خرسند میشم. یک روح انسان بالیده میکند و عین حال باز بیشتر از همون خوردی که در خانه‌مون بودیم سرودهای حاجی افسرشاه شادیار را بسیار گوش میکنم که این قسم بسیار خوب هستند، عالی هستند، عمرشون دراز باشد. تصور کنید که جانبیک مرادوف عین حال ما رو تماشا کرده ایستادن و بعد همین برنامه به شما یگان تحفه روان کنن، قبول میکنید؟ دیدن شبنم سریا و جانبیک مرادوف علاقه خودش یک تحفه است. یک بار نشسته در یک سر یک پیاله چای صحبت کردن و سرودهای آنها رو زنده شنیدن برای ما یک فخر و افتخار و خوشبختی و سعادتی بزرگ است. اسماعیل جان به ما گفتند که چی ارزویی که تو امروز کرده بودم ارزوهایم عملی افتند و باور دارم که همین ارزوی کوچکی که در دل میپرورید دیداری شبنم سریا و جانبیک مرادوف و خدا خواهد که این ارزویتون هم عملی میشود و آنها حتما شما رو دعوت میکنند. و در اینستاگرام اسماعیل جان خودتون معرفی کنید، چی نام دارید؟ صفحه من اسماعیل حسین زاده و به انگلیسی ای حسین زاده نویسید. سایت من اولین شده در همون پایسک میبراید. امروز به شما یک سوال میدیم و باید که شما در چشم تماشاچیان ما به یگان فریب از اودش برایید. باشد. من به شما یک چند سوال میدیم چون که شما در تمام رولیک‌های خود عباره‌هایی رو هستن که سری وقت میتونید جواب بگویید. باز اگر من به شما 5-6 عباره پیشنهاد کنم آماده اید که؟ آمادم. من عباره رو پیشنهاد میکنم. همین عباره سری زلفی تو نشد سری زلفی دیگره با زبان انگلیسی چی میشود؟ Your curls had got not another curls had. تشکر. رود سیاه. رود سیاه. Be your face black. تشکر. عروسی معلم نمیشی؟ Don't be teacher's daughter-in-law. احسن. تشکر. وزارت کارهای داخلی چی میشود با زبان انگلیسی؟ Ministry of Internal Affairs. وزارت کارهای داخلی. تشکر. اسماعیل جان یک عباره رو میگویم همین رو عیناً رنگ خودش ترجمه کنید. من پیشوای ملت رو دوست می‌دارم. I like the unique nation. His Excellency امام علی رحمان. تاجیکستان با پیش. Tajikistan should be progressive.
احسن، تشکر. در حقیقت قائل گردانیدن. من باوری داشتم که اسماعیل جان در حقیقت ذهنی برو دارد و انگلیسی رو چون آبی روان از خود کرده است. اینک ببینید که در شاهدی ما و شما توانست که به سوالهای من پاسخ بیاد. اکنون به یک سوالی از همه اساسی میگذاریم. اسماعیل جان نگفتید که اویله‌دار هستید یا اینکه نه؟ الان اویله‌دار نیستیم. شاعری بزرگ میفرمایند که گر دوتار و می نباشد، گر می و ساغر نباشد، زندگی معنا ندارد. گر بهاری دلفریب و جلوه دلبر نباشد، زندگی معنا ندارد. یعنی باید ما زنها را دوست داریم. باید ما با یک نازنینی باید یک جا باشیم. نصیب باشد بعد از ختم دانشگاه اویله‌دار میشویم و باز با تربیت فرزندها مشغول میشویم. هر یک کس به فرزند این بهترین میوه است. بله. شما چند ساله؟ من 21 ساله. 21 ساله. در 21 سالگی الکی ببینید که چقدر مهارت بلندی دانشمندی دارد. اسماعیل جان ما شنیدیم که شما شاعری هم میکردید، درست است؟ بله شاعری هم میکنم. امروز بهر تماشا بینیم از کدام موضوع شعر میخونه؟ دادر و برادری بسیار خوب میشود. برادری باشود. مهر یاری خاوری میکند یاران ما خاورشناس. شعرگویان شاعر تباری میکند مردان ما داورشناس. دادران با دادران امروزها باشند خلاف همدیگر، پستا بلندی زندگانی دادران را میکند دادرشناس. و یک شعر دیگر در پیروی غزلی ای فلک داد از جفایت در چه حالم کرده ای ایجاد کرده بودم. دو بیت نهایش رو میخوانم که گفته بودم در غمیستان غمی غمبر نداند هیچ کس، من که شرق زادت ز غمهایت تمامم کرده. من تخلص شاعریم شرق زاد هست. شرق زاد. سلامت باشید مردمی عزیز. و یک شعر دیگه به یاد آمد که میخوانم. الهامش آمده ایستاده است. مرحمت. میروم از بوستان ای دوستان، خوش نشانی یاد باد. میروم از بینتان ای دوستان، خوش جوانی یاد باد. از حلقه های عاشقان، از بزم های مطربان، میروم همچون دمیری نوجوان، خوش بیانی یاد باد. از زمانها از مکانها هیچ نماند باقی، میروم بر کوی یزدان، خوش مکانی یاد باد. زمانه ها دم بدم عوض کنند نشانه ها، میروم از این زمان و این خوش زمانی یاد باد. ای یاران ز یاران دلستانی ها کنید، میروم از بینتان ای دوستان، دلستانی یاد باد. شرق زادم خیر باد ناگفته رفتم از جهان، میروم از این جهان و در زبانم خوش بمانی یاد باد. یاد. تشکر. ولی من یک چیز رو نفهمیدم اسماعیل جان، چرا الکی سرودی خیر بودی رو شما ایجاد کرده؟ این از درد خود است؟ هم از درد خود است و من به پیروی گذشته ها کردیم. چون استادای هم پیشتر گفته بودن که من الکی کوشش کردم که همون چرا که بیتی سری قبر نوشته باشه. من هم کوشش کردم که همین بیت وقتی که من وفات میکنم همون نزدیکان من پیوندان من در سری قبر من بنویسن که شرق زادم خیر باد ناگفته رفتم از جهان، میروم از این جهان و در زبانم خوش بمانی یاد باد. هر نفره نسبت اسماعیل جان نظری دیگر داشت، ولی فکر میکنم که بعد تماشای برنامه ما کلا فکرش اندیشش دیگر میشود. بسیاری ها در اینترنت شما رو میدیدند و گمان میکردند که شما یا که یگان پریکولیست هستید یا اینکه یگان یومریست هستید یا اینکه یگان آدمی که امروز طریق شبکه‌ها هر گونه حرفای مذاقی گپ میزنند. لیکن در اصل اسماعیل جان در حقیقت یک شخصیتی والامقام، دانشمند و ارزنده همه گونه تحسین آفرین هاست. خودی شما چی گفتن میخواهید به آنهایی که نظری دیگر داشتن؟ عمرشان دراز باشد، خاندانهایشان با توی باشد، تماشا باشد، کیسه‌هاشان پوری پول باشد. من فرزند همین خلق، عمرشان دراز باشد. من از سری تعظیم و پیش خلق فرود می‌دارم.
احسن میگویم تشکر. شما در حقیقت ما رو قویل کردید. تشکر. خدا کند که بو به نیکی بینیم و زود زود بله. ببینیم و بله. از انامین زندگی و از کور و پیکارتون با ما قصه کنیم. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر. تماشاگران عزیز، این بود برنامه چهره اینستاگرام. مهمانی برنامه ما بودند اسماعیل جان حسین زاده با لقب معلم و ما در کارهای ایجادی معلم برای رو کامیابی تمنا میکنیم و خدا کند که با برنامه‌های نو باز هم خاطر شما رو شاد سازیم. تشکر. تنصیحت میمونه.